شنیدی تو دبی لپتاپ‌های استوک زیادن؟ اگر خرید تکی داری و نیازی نداری عمده بخری که شارژه بخوای بری، تو دبی یکی از جاهایی که حتما باید بیای کامپیوتر پلازاست که نزدیک مترو شرف دیجی هستش. با من باش تا بریم قیمت لپتاپ‌های استوک رو امروز با هم ببینیم. اینجا مخصوص عاشقای تکنولوژیه. هر کسی که بیاد تو حوزه خودش میتونه هر چیزی که لازم داره رو پیدا کنه، از مانیتورهای گیمینگ، مادربرد و هر چیزی که لازم دارن بچهای گیمینگ، تا دوربین مداربسته گرفته، تا تجهیزات شبکه گرفته، تا برای بلاگرها، کسایی که میخوان تولید محتوا کنن، از میکروفون بگیر تا پایه و هر چیزی که فکرشو بکنی پیدا میشه. ما هم که رفتیم سراغ لپتاپا، قیمت 2-3 تا لپتاپ براتون در آوردیم، یه دونه اپل، یه سرفیس و حدود قیمت ها از 1300-400 درهم تا 2200 درهم بود مدلایی که ما دیدیم. درهم هم که امروز 30000 تومنه. یادتون نره کانالمون رو سابسکرایب کنید و بهمون بگید فردا تو دبی دوست دارید کجا رو ببینید.